در این روز زیبا که خلقت توی خداوند حضور و قدرت و عظمت تو را آشکار می کند، به درگاه قدوس تو میاییم و تو را به خاطر محبت و رحمتت به ما انسانهای نالایق سپاس گفته و می پرستیمت. تو را شکر می کنیم ای خداوند که تو به انواع و اقسام مختلفی خویشتن را به ما آشکار ساخته ای، نه فقط به وسیله خلقت و کارهای عظیمت، بلکه به وسیله انبیا و پیامبران خود و سرانجام در کلمه خود یعنی عیسی مسیح. شکرت میکنیم ای قدوس یکتا که بدین وسیله ما را دعوت به حضور خود میکنی، محبتت را به ما آشکار میکنی. پس ما را یاری بده ای خدا تا با اطاعت کردن از کلامت دعوت تو را بپذیریم. خدایا تو پر از اسرار نهان هستی، تمنا این که ما را یاری بده تا به آنچه که تو از خود مکشوف ساخته ای توجه کرده و آن را بفهمیم و تو را که خدای حقیقی و زنده هستی بشناسیم و بپرستیم. این دعا را به نام مقدس عیسی مسیح زنده، به نام مقدس او می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به فیلیپیان، 11مین قسمت از انجیل مقدس. ایمانداران عزیز و طالبان راستی و عدالت، فیض و سلامتی خدا یکتا، خدای محبت و خدای بی‌نیاز بر شما باشد. از اینکه در این ساعت خود را از دنیا جدا کرده اید و اشتیاق شنیدن گفتار خدا یکتا را دارید، برای وجود نازنینتون خدا را شکر می کنم و امیدوارم که در این ساعت با تفکر و تعمق کردن در کلام او را نه فقط بهتر بشناسید، بلکه قلباً عاشق او شده و از او اطاعت کنید. حضرت پولس در رساله خود به مسیحیانی که در شهر فیلیپی زندگی می کردن، فلسفه زندگی شخص مسیحی رو به آنها تعلیم میده و از آنان می خواهد که متحد شده یک دل و یک زبان باشن و با هم یک فکر رو داشته باشن و محبت آسمانی رو که از خدا به وسیله عیسی مسیح دریافت کردن را عملاً به یکدیگر نشان بدن. محبتی که از روی نظر و چشم داشت نمی باشد، محبتی که بی ریا و خالص است. و سپس از آنان دعوت میکنه که هیچ کاری را از روی تعصب و جهالت و شتاب زدگی نکنن و همیشه صفت مسیحایی را یعنی فروتنی پیش خود نماین. و بعد برای اینکه در مورد عظمت و اهمیت فروتنی به آنان نمونه بدهد میگوید پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود، که چون در صورت خدا بود با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد، لیکن خود را خالی کرده صورت غلام را پذیرفت و در شباهت مردمان شد و چون در شکل انسان یافت شد خیشتن را فروتن ساخت و تا به موت، بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید. از این جهت خدا نیز او را به غایت سرافراز گردانید و نامی را که فوق از جمیع نام هاست بدو بخشید، تا به نام عیسی هر زانویی از آنچه در آسمان و بر زمین و در زیر زمین است خم شود و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح خداوند است برای تمجید خدای پدر. حضرت پولس میگوید ببینید، منجی و نجات دهنده بشریت، رهاننده ما از گناه حاضر شد که از آسمان و جلال و عظمت و مقام عظیم خود ترک کنه، دست برداره و نه فقط آن بلکه حاضر شد جسم بپوشه، فروتن بشه و مثل ما انسانها بشه و حتی بعد از اینکه انسان شد خود را آنقدر فروتن ساخت که موت را تحمل کرد، آن هم بدترین نوع مرگ یعنی صلیب. پس اگر منجی ما، خداوند ما، رهاننده ما اینقدر فروتن شد تا به ما خدمت کند و ما را نجات ببخشد، چقدر بیشتر من و شما باید حاضر باشیم که در تمام مراحل از زندگیمون
فروتنی را پیش خود کنیم. با این نمونه حضرت پولس به ما مسیحیان تعلیم می دهد که فروتنی در مسیحیت محدود نیست و حد و مرزی ندارد. پس فروتن باش که خدا را خوشنود خواهی ساخت. ولی حضرت پولس با آوردن این نمونه فروتنی ما را با یک موضوع بسیار مهمی که بسیار بغرنج نیز می باشد برای درک آن روبرو می کند و آن شخصیت و ذات خدای مطلق است. و این سال در فکر دوستان غیر مسیحی پیش میاد که خدای مسیحیان چه نوع خدایی است؟ آیا یکی است یا بیشتر از یک؟ زیرا در اینجا انگار اینکه حضرت پولس از دو خدا دارد صحبت می کند. اجازه می خواهم در برنامه این ساعت نیز مطلب مختصری در این مورد خدمتتون عرض کنم. در برنامه گذشته ما سعی کردیم که این موضوع رو تا آنجا که ممکن بود برای شما تشریح کنیم و عرض کردم که خدای ما مسیحیان خدای یکتا و باز تکرار میکنم خدای بی نیاز و خدای بی شریکی است. منتها این خدا خدای واحدی است که سه جنبه دارد و عیسی مسیح آن جنبه مکشوف شده خدا می باشد و در کلیسا کلمه تثلیث را برای سه جنبگی خالق یکتا به کار می برند. البته ما کاملا واقف هستیم که این نوع تعلیم برای غیر مسیحیان مشکل و درک آن امکان پذیر نیست، زیرا به هر حال ما هم یک روزی مسیحی نبودیم و با این موضوع روبرو بودیم و میدونستیم که درک آن و حل آن و یا هضم آن بسیار مشکله. ولی خدا را شکر دوستان عزیز که خدا به وسیله روح حکمت خودش، به وسیله روح القدسش ما را در درک آن یاری داده است تا بهتر بفهمیم که مقصود کلام خداوند از این موضوع چیه. ببینید دوستان عزیز، وجود اشکالات در راه فهمیدن خدا و ذات و شخصیت او را نباید ما را از وظیفه‌ای که به عهده داریم باز بدارد و از تحقیق کردن و سعی در فهمیدن امور روحانیت هرچند عمیق و سخت باشد دست برداریم. نباید مسیحیان را محکوم به پرستش سه خدا کنیم در صورتی که این حکم کاملا غلط می باشه. در عوض اگر ما حقیقتا انسان عاقل و حکیمی هستیم وظیفه داریم که از خدا یکتا بخواهیم اسرار مبهمی که هست بر ما مکشوف کند تا حقیقت او رو بهتر بفهمیم. و در ضمن ما مسیحیان باید سعی کنیم با فروتنی و محبت کامل موارد ایمان خودمون رو درباره خداوند به دوستان خود توضیح بدیم و شرح بدهیم. ایمانی که پایه و اساس زندگی ما و اساس نجات ما می باشد. و ای عزیزان، امید و آرزوی ما این است و همچنین استدعای ما اینه که ذهن خود را از افکاری که قبلا درباره مسیحیان داشتید خالی کنید و به عوض اینکه عقاید ما مسیحیان را نفهمیده به باد سخریه بگیرید و تهمت کفر و الحاد و شرک به ما بزنید، اندکی دل بدهید و سعی کنید بفهمید که ما چه میگوییم و اعتقاد ما مسیحیان نسبت به خدا یکتا چیست و این اعتقاد را سطحی همینطوری نگیرید. وقتی کتاب مقدس خدای واحد سرمدی رو به پدر و پسر و روح القدس توصیف می کند، دوستان تجاوز به وحدانیت خدا نیست، بلکه گشودن راهی است برای درک چگونگی آن وحدانیت. دقت کنید، وقتی کتاب مقدس خدای یکتا، خدای واحد سرمدی را به پدر و پسر و روح القدس توصیف می کند، تجاوز به وحدانیت خدا نمی باشد، بلکه گشودن راهی است برای درک چگونگی آن وحدانیت. حتی می توان گفت که مسیحیان عقیده به تثلیث را نوعی تأمین برای حفظ عقیده به وحدت ذات بار تعالی می دانند، وسیله‌ای که به وسیله آن میتونیم خدای یکتا را، خدای نادیده را بهتر بشناسیم. زیرا دوستان از نظر ما مسیحیان، دقت کنید روی این جمله من تأکید میکنم که از نظر ما مسیحیان تثلیث چگونگی وحدانیت خدای یکتا را توضیح و تشریح می کند و موضوع را از هم می شکافه و خدای نادیده و ناشناخته را برای ما آشکارتر می کند. باز تکرار می کنم دوستان عزیز، از نظر ما مسیحیان تثلیث چگونگی وحدانیت خدا یکتا را توضیح میده و موضوع رو از هم میشکافد و روشن‌تر میسازد.
و دوستان عزیز، باز میگویم که بنا به عقیده ما تثلیث نه فقط با توحید مخالف نیست، بلکه کمک به درک وحدانیت خدا می کند. بنابراین آنچه مخالف تثلیث است الحاد و خدا نشناسی می باشه و نه توحید و یکتا پرستی. همان گونه که قبلا گفته شد، تعریف و توصیف ذات بارا و خدای رحمان و رحیم آن هم در این دنیای اسرارانگیز و پرشرارت کاریست بی نهایت دشوار، بلکه برای منکرین به وجود خدا تقریبا غیر ممکن است. مسیحیان امکان ایمان به خدای واحد و پروردگار محبت را تنها از راه تشریح عقیده‌ای که به تثلیث معروف گشته است میسر می‌دانند و همیشه این آیه را سرآمد ایمان خود قرار داده و میدن که میگوید بشنو خداوند ما خدای یکتاست، و باز میگوید ای اسرائیل بشنو یهوه خدای ما یهوه واحد است و یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد. دوستان عزیز، باید مطمئن باشید و این اطمینان را از ما بیابید که مقصود ما مسیحیان و همچنین مقصود حضرت پولس در این آیات بحث درباره خدای یگانه و یا خدای سگانه نمی باشد، بلکه منظور ما راجع به بحث خداشناسی می باشد. کسانی که راجع به خدای سگانه بحث می کنن راجع به مسیحیت صحبت نمی کنن و ندانسته و نفهمیده تهمت‌های ناروا و کفر به مسیحیان روا می دارن. حضرت پولس درباره جنبه‌ای از خدای یکتا که خیشتن را به بشر می شناساند داره صحبت می کنه که می آید و از روی مهر و محبت با بنده خاکیش تماس می گیره. از مکاشفه آسمانی که خدا در مسیح خیشتن را میشناساند صحبت میکنه. امیدوارم که این مطالب شما را در درک و فهم مکاشفه‌ای که حضرت پولس در این آیات به آن اشاره کرده است یاری داده باشد. حالا در ادامه مطالعه این رساله توجه خود را به آیات 12 الی 18 از فصل دوم رساله حضرت پولس به فیلیپیان معطوف میکنیم. میفرماید پس ای عزیزان من، چنان که همیشه مطیع مسیح بوده اید، نه در حضور من فقط بلکه بسیار زیادتر الان وقتی که غایب هستم، نجات خود را به ترس و لرز به عمل بیاورید، زیرا خداست که در شما بر حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل ایجاد می کند و هر کاری را بدون همهمه و مجادله انجام بدهید تا بی عیب و ساده دل بوده و فرزندان خدا بی ملامت باشید در میان قومی کجرو و گردنکش که در آن میان چون نیرها در جهان می درخشید و کلام حیات را برافرازید به جهت فخر من در روز مسیح، تا آنکه عبث ندویده و عبث زحمت نکشیده باشم، بلکه هرگاه بر قربانی و خدمت ایمان شما ریخته شوم شادمان هستم و با همه شما شادی می کنم و همچنین شما نیز شادمان هستید و با من شادی می کنید. آیات را شنیدید، حالا به تفسیر این آیات توجه کنید. عرض کنم در این آیات ما متوجه شویم که حضرت پولس خود نیز افکار مسیح را در سر داشت و برای همین بود که به مسیحیان شهر فیلیپی تعلیم میده و از آنها التماس میکنه، خواهش میکنه که شما نیز فکر مسیح رو داشته باشید. او در آیات قبل درباره چه نوع فکری که فکر مسیح محسوب میشد و یا چه نوع زندگی خوشنودی او را فراهم میکنند به ما تعلیماتی داد. در آیه 12 میگه که ای عزیزان من، وقتی که من آنجا پیش شما بودم شما همیشه سعی کردید که دستوراتی که به شما میدادم اطاعت کنید، ولی حالا که من پیش شما نیستم تمنا دارم که کوشش بیشتری کنید، سعی بیشتر کنید، همت بیشتری به خرج بدهید تا همیشه کارهای خوب را انجام بدهید، کارهایی که علامت و نشان نجات شما می باشند، کارهایی که نشون میده که شما مسیحی هستید. برای همین استدعا دارم که با احترام عمیق به خداوند آنچه را که کلام مقدس میگوید اطاعت کنید و از هر چه که رضامندی او را به دست می آورد پیروی نمایید. دوستان عزیز،
مفسرین میگویند این آیه که خواهش حضرت پولس رو بیان میکنه صحبت از اختلافات جزئی بین ایمانداران در این شهر میکنه و حضرت پولس حالا از آنها میخواد که آنچه که باعث جدایی میشه رو برای همیشه از خودشون دور کنن. برای همین است که توجهشون رو به دو مطلب، یکی نجات و دیگری خود خدا مبذول میدارد. میگوید شما باید دقت کنید نجاتی که بر اثر فیض خدا در مسیح به دست آوردید عملا نشان بدهید. زباناً کافی نیست که فقط بگید من خدا را دوست دارم یا خدا مرا بخشیده و خدا گناهانم را دیگر به حساب نمی آورد و خدا را شکر که من خدا پرستم. خیر، بلکه میگه نشان بده که خدا زندگی تو را عوض کرده، نشان بده که دیگر بدی و گناه و شرارت را انجام نمیدی، عملاً نشان بده که عامل نفاق و جدایی نیستی بلکه عامل اتحاد و صلح و صفا هستی. نشان بده که دیگر درویی و تظاهر و دروغ و ریاکاری رو برای همیشه از خودت جدا کردی و پاکی و صداقت را پیش خودت ساختی. پولس میگه ایمانت را عملاً نشان بده. اگر نجات پیدا کردی، اگر میدونی لطف خدا شامل حالت شده، اگر میگویی که خدا با شماست، حرف زدن آسانه دوست من، اما عمل کردن شرطه. میگوید اعمال نجاتت رو آشکار کن، اعمالی که باعث خدمت و همکاری و مساعدت و اتحاد و بنای یکدیگره. و در آیه 13 میگوید چون خدا در وجود شما کار میکند تا با کمال میل از او اطاعت کنید، بعد هم کمکتون میکنه تا کارهایی را که بکنید او بپسنده، بنابراین عامل خدمتگزار خدا باشید. پولس میگه خدا در شما کار میکنه، یعنی اگر خدا شما رو نجات داده شما باید به خدا گوش بدید و پس از اینکه نجات را از خدا تحصیل میکنید خدا مواظب اعمال و افکار و حرکات شماست. خدا حالا شما را پاک کرده، بخشیده و برای مقاصد آسمانش داره به کار میبره. خدا شما را وسیله‌ای برای اجرای اراده خودش داره به کار میبرد و البته این بزرگترین افتخاری است که به شما داده است. چرا؟ چون میدانید لیاقت هیچ چیزی رو نداشتید جز مرگ و نابودی و خشم خدا، ولی خدا نه فقط به خاطر ایمانتون به مسیح شما را بخشیده و محبت خودش رو به شما آشکار کرده، ثابت کرده، بلکه حالا وجود شما را که زمانی بی ارزش و ناچیز و بی فایده بودید تبدیل به وجودی پر ارزش می کند و از شما برای مقاصد عالی خودش استفاده می کند. پس اگر حقیقتاً متوجه کار خدا در زندگیتون شدید، اگر دعوت خدا رو شنیدید، اگر احساس میکنید که خدا با شماست، زباناً آن را فقط نگید بلکه عملاً آن را نشان بدهید. با همدیگه خوب باشید، با همدیگه متحد باشید. شما نیازی ندارید که لباستون با دیگران فرق داشته باشه تا مردم بدونن که مثلا مسیحی هستید. نیازی ندارید که سمبل یا علامتی را روی پیشانه و یا روی گردنتون بگذارید تا مردم بدونن که شما مسیحی هستید. خیر، بلکه بگذارید اعمالتون نشانه و سمبل مسیحیت باشد. به وسیله اعمالتون مردم خواهند دانست که آیا شما با خدا هستی یا نه، و نه فقط اتحاد و یگانگی و فروتنی و محبت جزئی از صفات شما باید باشه، بلکه مطابق آیه 14 در کارهاتون هم نباید دائما بنالید. در کارهاتون آه و ناله نکنید، جر و بس نکنید، بلکه در کمال فروتنی و با صبر و تحمل کارهایی رو که در کلیسا به شما میدن و یا در سازمانی به شما میدهند تا شما عهده‌داران باشید، هیچ وقت با روحیه منفی و خشن و قرقر کردن آن را انجام ندهید که این امر باعث لغزش و خرابی روحیه دیگران خواهد بود و بازنده در حقیقت خودت هستی و بدتر از همه شهادت بدی برای ایمانت خواهد بود. تو اینطور نباش تا کسی نتونه به شما ایراد بگیره. شما باید در این دنیای فاسد که پر از آدم‌های کلاهبردار و حق باز و خودسرست مثل فرزند خدا یک زندگی پاک و بی لکه داشته باشید. شما مثل آنها نباشید، بلکه مثل مسیح مقدس نوری باشید که در تاریکی شب عامل روشنایی و دیدن راه زندگی باشد. نوری باشید که وقتی مردم آلوده دنیا به حضور شما میان متوجه گناهان خودشون باشن و به سوی خدا بیان توبه کنن. و پولس در اینجا در حقیقت اشاره به گفتار خود عیسی مسیح می کند که فرمود شما نور عالمید، بگذارید نور شما بر عالم بتابد تا مردم اعمال نیکوی شما را دیده و پدر شما را که در آسمان است تمجید کنند. دوست عزیز، لحظه‌ای بیا زندگیت را در مقابل این آیه قرار بده و ببین که آیا شما
اعمالتون، حرفایتون، نوع زندگیتون نوری است که برای مردم روشنایی محسوب میشه؟ آیا کارهاتون خوشنودی خدا و در نتیجه شادی هم نوعانتون رو به بار می آورد؟ همه ما ادعا میکنیم که خدا را دوست داریم، ادعا میکنیم که خدا میپرستیم، ادعا میکنیم از خدا اطاعت میکنیم و خودمون رو شخص متدین و عاشق حق میخوانیم. حضرت پولس میگه که حرف زدن آسانه. تو که این همه ادعا میکنی، آیا کارهایت این ادعات رو ثابت میکنه؟ تو که این همه ادعای خداشناسی داری، آیا کارهایت این ادعا رو ثابت میکنه؟ آیا امروز عدالت و انصاف را طریق خود کرده ای؟ آیا فروتن بودی؟ آیا حرفایی که از دهانت خارج شد راست بودن و عامل بنا و تشویق و تسلی مردم بود؟ آیا در معامله عدالت و انصاف را مراعات کردی؟ آیا دیگران را عزیز شمرده و کارهای آنها را احترام نهادی؟ دوست من، اگر در شب شما به آسمان نگاه کنید، نور ستارگان را ملاحظه خواهید کرد. حقیقت اینه که خدا نیز از بالا نگاه می کند تا در این دنیای تاریک ببیند که چه کسانی می درخشند و اعمال شما چراغ زندگیتون محسوب میشه. اگر نیکو و مطابق خواست خدا در حال درخشیدن هستید، خوشا به حال شما. در غیر این صورت نوری از خود صادر نمی کنی. و نه فقط وظیفه ماست که در این عالم فانی درخشان باشیم، بلکه عملاً بایستی تغییرات زندگی که به وسیله ایمان به مسیح در ما رخ داده است را آشکار کنیم و پاک زندگی کنیم. ما وظیفه داریم که این مژده آسمانی و این فیض الهی، این نور خدا را نیز به سمع مردم برسانیم تا آنان نیز از وجود نجات و بخشش خدا از راه ایمان آگاه شده و به سوی مسیح بیان و صاحب عطیه آسمانی نجات بشن. آیه 16 همین را میگوید که کلام حیات بخش خدا را در دسترس مردم قرار بدهید. دوستان عزیز، وقتی که شما بشارت انجیل را به مردم میرسانید، در حقیقت مثل این میمانه که نور را در دست خودت میگیری تا دیگران را در راه تاریکی که زندگی میکنن یاری بدهید، هدایت کنید. شما نور می‌افشانی تا راههای تاریک ذهن مردم را منور سازید، تا آن موقعیت و حالت خود را دریابید. و خدا را 100,000 مرتبه شکر می‌کنم که سالهای پیش افرادی آمدند و این نور را در سرزمین ما تابانیدند. نور را به من و دیگران نشان دادند. به وسیله نور مسیحایی بود که من دریافتم که گناهکارم و محتاج به رحمت و فیض مسیح میباشم. نیاز خود را دریافتم و به وسیله نور بود که چشمانم گشوده شد و خدا را شکر میکنم که این نور مرا به سوی منبع حیات و نجات خدایی هدایت نمود. خدا را شکر که افرادی بودند که حقیقتا نوری را در تاریکی درخشانیدند و ما امروز خدا را شکر میکنیم که به وسیله امواج صوتی قادریم نه فقط درباره نور صحبت کنیم، بلکه از شما دعوت کنیم که به سوی آن آمده و اجازه بدهید که در برابر نور الهی قلب‌های سرد و منجمد و حیران و ناامید و سردرگم شما گرم بشه، امیدوار بشه و با شنیدن پیام خدا زنده بشید و صاحب حیات خداوندی بشوید. اگر این کار را بکنید دوستان، شما فیض خدا را دریافت کرده اید. پولس به ما مسیحیان میگوید اگر شما همانند نور بدرخشید، آن وقت در ایامی که مسیح برای بار دوم به این جهان برمیگردد من غرق خوشی میشوم، چون نتیجه زحماتی را که برای شما کشیدم میبینم. راستی چرا پولس این را میگوید؟ زیرا این پولس بود که پیام انجیل را به سمع مردم شهر فیلیپی رسانیده بود. این پولس بود که آنها را به سوی نجات مسیح هدایت کرد. این پولس بود که نور حقیقت و راستی را در دنیای ظلمانی فیلیپی تابانید تا آنها به سوی حقیقت خدا بیان و ثمره اعمال او محسوب می شدند. پولس به خاطر آنان جفاها دید، زحمت بسیار کشید. حالا دعاش اینه که آنها تا به آخر در ایمان خودشون وفادار و امین باشند و برای مردم آن نواحی نمونه تقوا و یکتاپرستی باشند و نور آسمانی باشند. و دوستان عزیز، شما که به وسیله این برنامه‌ها به عیسی مسیح ایمان آوردید و در نامه‌هاتون به ما نوشته اید که به مسیح زنده تعلق دارید و او را منجی خود کردید، باید بدانید که ما برای شما دعا می‌کنیم. دعاگوتون هستیم تا در هر کجایی که هستید، اگرچه تنها و دور از سایر ایمانداران نسبت به مسیح زندگی می کنید، نسبت به مسیح وفادار باشید. زندگی مقدس و مقبول پسند خدا را تا روز آخر، یعنی تا روزی که مسیح زنده دوباره به این جهان میاد و یا شما چشم از این عالم فانی فرو میبندید، پیشه خود کنید.
زیرا در آن روز ما نیز از شادی لبریز خواهیم بود و خدا را شکر خواهیم کرد که زحمات ما بیهوده نبوده است. کلام حیات بخش خدا را در دسترس عموم بگذارید تا آن وقت که مسیح برگردد ما در خوشی غرق شویم. پولس در آیه 17 میگوید من اگر حتی لازم باشد تا شما را در ایمانتون یاری بدهم، حاضرم آخرین قطره خونم را برای حفظ ایمانتون بریزم و جانم را مثل قربانی به خدا تقدیم کنم، شهید بشم و در راه شما جان بدهم تا شما در ایمانتون پایدار بمانید. حتی از فدا شدن جانم دریغ نمی کنم، بلکه خوشحالم می شوم که این کار را بکنم تا شما تا به آخر عمر نسبت به مسیح وفادار باشید. و شما نیز باید در این شادی شریک باشید. با من شاد باشید که این افتخار را دارم که در راه شما جان را فدا کنم. پولس راه فروتنی و گذشت و فداکاری را برگزیده بود. حرفای او تعارف نبود، بلکه از روی ایمان و راستی سخن می گفت و همانطور که می دانیم بعد از چندی به خاطر ایمان به مسیح جانش را از دست میده و شهید میشه. در نتیجه شهید شدن پولس عده بیشماری به مسیح ایمان می آورند، زیرا متوجه ایمان و شهامت و فروتنی پولس میشن و بدون شک بسیاری از مردم فیلیپی نیز بر اثر این فداکاری به سوی خدا آمده و از گناه دست برمی‌دارند. بله دوست من، غرور و خودخواهی همیشه باعث کند شدن بشارت انجیل است، ولی فروتنی و گذشت عامل تسریع در بشارت و خدمت انجیل می باشد. نظر به اینکه وقتمان در این ساعت به پایان رسیده، اجازه میخوام تا برنامه دیگر شما را به دست خدای یکتا بسپارم و از کلام خدا دنبال آیات را براتون بخونم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا یارتان باد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioinjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioinjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.